ماسوله، شهری در دل کوهستان و جنگل‌های هیرکانی سرزمین گیلان. شکل منحصر به فرد خانه‌های ماسوله به صورت پلکانی، کوچه‌های باریک و زیبا و پله‌های کوچک. ماسوله مرکز داد و ستد و شاهراه بین گیلان و آذربایجان بود. ماسوله در زمان حمله مغول‌ها پناهگاهی برای مردم ایران بوده است. زبان مردم ماسوله تالشی. ماسوله دارای آبشارهای بسیار و قله‌های متعدده که بلندترین قله شاه معلم با ارتفاع 3050 متری. خاصیت کوهستانی و جنگلی بودن این منطقه ماسوله رو تبدیل به یک شهر امن کرده. شهرت این شهر توریست‌هایی رو از سرتاسر جهان جذب می‌کنه.